عجب من روز خسمی که کلام کردم گفتم عجب که اوست نمارو میکشم. زولفیا منگیورова ساکنی دهه نکمنظری فرخور شب 28 سپتامبر را به خاطر می‌آورد که شخصی نقاب‌پوش به وی حمله کرد. حالا با دو زخمی کارد در بیمارخانه است. حمله وقتی رخ داده است که قوه برق خاموش شده زولفیا همراه دو فرزندش خواب بوده است. قوه بس نکی تیغ میزنه. مایش کردم. بعد دهان گفتم اجقه. بعد دهانی تریزده او موندگی. گفتم خیلی چی مقصدی داری بگو مدوفه. مرا آب که بخورم گفتم بعد چی کپی میگوی من دبو گفتم. او هم دست شد درست کشکده که نرسید. بعد دست مرا بوداده خیلی بدن کسا. کشکده قپید آب میکنم که من گریختم بعد بیرون. زولفیا خواست همسایه ها را به کمک دعوت کند چون همه خواب بود کسی زود به کمکش نآمد. شخصی حملگر در صحنه حولی با زولفیا در افتاد و دو کارد زد. این وقتی گردن دزدم خون پرید غلطی داد که باید دستم داد. میخوام گشت نگاه کنم دستم که دستم داد. میخوام زدم میدایده میخوام فرماش سفید تو در نظر. کشته استیم کنم تای سفید داشت. اینجا در خونه ای بالای خون تگمه افتاد. شمعگل شریپова همراه دخترش اولین کسانی بودند که به کمک زولفیا آمدند. میگویند اگر زولفیا سر وقت بلند فریاد میزد همسایه ها میتوانستند حملگر را دستگیر کنند. دیدم که این دستش همی جای دستش اهمیت ندادم دست نرسوندم دویدم این طور رفتم اینجا فریاد کردم اگر او فریاد میکرد او آدم میقپیدش من اینجا میقپیدمش کی بود گفتم وقتی که ما اومدیم کار بود چیدگی بود با بردمش بالیسا ایسو پسون اومدم که اینجا را مرختید کرد این همینجا داد خوب قد کدگی نکرد. مقامات فرخور با گمان حمله منوچهر امام و همسایه زولفیا را بازداشت کردند. هم جبر دیده و هم همسایه ها پافشاری دارند که این نفر گمانبر بیگناه است. ای بگایی اکای اگون جونا رفته بگایی ساعت هفته او بعد یا فعلی داره که ای او مرده کایر نکی ای دما با غیرتم این یک کسل شدگی ای سویه خودش میتاز ای نمازشون بیرون نمیبرویه. همسایه ها میگویند منوچهر با وجود آنکه می زده بود به کسی ضرر نمیرساند. او عرق خودگه برای عرق بینمته که ما او را خودم پیش زود کار رفته هستم در بیخ یاد اول بود با همیش زنش تلفن کردم که بیا ببرش که در نمی جای با من ترال را مردش آوردم به خونه را او چه خیلی نشوم میای جمعیت رو. چند روز باز خواب از چشم ساکنان محله پریده است. هرچند تفتیش حادثه از طرف پلیس فرخور جریان دارد زولفیا میگوید هیچ گمانبری را با وی روبرو نکردند. کارکنی دولتی اون طوری کرده خوب بود یه وقت میکردم نشنوید